سلام، ما از سایت سورساتان امروز به مناسبت لانچ محصول جدید گروه کندیل به این مجموعه اومدیم که گپ و گفتی با آقای سلیمی و جناب آقای علیزاده داشته باشیم. اگر سخنی در ابتدا دارید بفرمایید. سلام، خیلی خوش اومدید. در خدمتتون هستیم. سپاسگزارم، ممنون که تشریف آوردید. تحلیل شما از بازار شمع چیه جناب سلیمی؟ همینطوری که همه میدونن از سالهای دور بازار شمع ایران دست کشورهای مثل چین بوده. خوشبختانه در سالهای اخیر تولیدکنندهای داخلی خوبی وارد این عرصه شدن و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی علاوه بر رفع نیاز داخلی کشورهای همسایه رو هم به خوبی تامین کردن. مهمترین اتفاقی که در تولید داخلی به وجود اومده ایده پردازی های جدیدی هستش که به کلی بازار شمع منطقه رو متحول کرده به شکلی که در بازارهای بین المللی هم حرفی برای گفتن داریم. جناب آقای مهندس علیزاده، مجموعه کندیل خودش رو کجای بازار میبینه؟ خب ما در کندیل با اتکا به توان بالای طراحی مهندسی و شناخت بسیار خوبی که تیم فروشمون از بازار تولدی داشت توانستیم تو سال 1400 محصولات گروه اکریلایل رو که تلفیقی از پلیمر آبکاری شده و پارافین بود وارد بازار کنیم. مهمترین محصولی که این گروه داشت شمع اعداد تاجدار بود که با استقبال بسیار خوبی توسط بازار مواجه شدیم و خوشبختانه این استقبال سبب شد که بسیاری از تولید کنندگان داخلی و اخیراً هم خارجی ها این محصول رو کپی کردن و عیناً و وارد بازار کردن. خب با توجه به تمام صحبت‌هایی که خدمت عرض کردم، مأموریت کندیل خلاقیت و نوآوری هست که در تمام محصولات خود که تا حالا تو بازار عرضه کرده این رو پوشش داده و سعی کردیم که بازار رو دنبال خودمون همراه کنیم. آقای سلیمی، با توجه به بازخوردی که از بازار دارید نیاز بازار شمع رو چطور می‌بینید؟ ببینید همینطور که در جریان هستید با توجه به اینکه قیمت محصولات پارافینی بالا رفته الان بازار نیازمند محصولاتی با قیمت پایین‌تر و کیفیتی بالاتر هستش. دوم اینکه مهمترین دغدغه نگهداری و توزیع شمع‌های پارافینی در ماه‌های گرم سال هستش که موجب خسارات زیادی به همکارامون میشه. سوم اینکه تنوع محصولات پارافینی به علت ماهیت پارافین بسیار محدوده و بازار نیازمند محصولات جدید و متفاوت میباشد. آقای مهندس علیزاده، با توجه به دغدغه‌هایی که آقای سلیمی فرمودن چه راهکارهایی جهت رفع مشکلات دارید؟ خب این دغدغه‌ها در سال 1402 از طریق تیم بازاریابی و فروش به اتاق فکر کندیل اعلام شد و ما پس از بررسی‌های مختلف تونستیم گروه جدیدی از محصولات را تحت عنوان سورپرایز طراحی و به تولید انبوه برسونیم. این محصولات تو سال 1403 هم به چند کشور صادر شد و به نوعی تست بازار و تست مصرف کننده ها رو تو اون کشورها ما اخذ کردیم. اتفاقی که تو این محصولات افتاده، ما تونستیم مواد مصرفی شمع رو تغییر بدیم و قابلیت مقاومت به گرمای این محصول رو افزایش بدیم که تا 90 درجه سانتیگراد قابلیت مقاومتی داره و این باعث میشه که شمع دیگه روغن زدگی، دفرمگی و آب شدگی رو نداشته باشه و کمک بسیار زیادی هست برای توزیع و پخش این محصولات و میتونه ما رو از سمت دیگه با قابلیت هایی که این مواد داره تنوع بسیاری از محصولات مدادی، ماکارونی، تاپرهای روکیکی و اعداد مختلف رو تولید بکنیم که خوشبختانه قیمت‌های مناسبی هم داره و نسبت به شمع‌های پارافینی قیمتش رقابتی است. جناب آقای سلیمی، با همچین ایده‌ای و با توجه به سوابق گذشته آیا فکری به حال کپی برداری از محصول دارید؟ قطعاً. با توجه به اینکه اکثر محصولات ما توسط همکارامون کپی میشه و این محصولات تاکنون در هیچ کجای دنیا تولید نشده و مشابهی نداره،
همین تجربه باعث شده که کلیه طرح‌ها و فرمول ساخت محصولات جدیدمون توسط واحد حقوقی به ثبت برسه و با هر گونه کپی برداری از این محصولات به شدت برخورد قانونی خواهیم کرد. آقای مهندس علیزاده، این محصولات رو به کدوم کشورها صادر کردید؟ خب واقعیت امر این محصولات مطابق با نیاز مشتری ما توی آذربایجان تولید شد و سال 1403 این محصولات اونجا عرضه شد. البته مشابه این محصولات گروهی از تاپرها و اعداد مختلف و این محصولات به روسیه و کشورهای آسیای میانی هم ارسال شده. برای امسال هم موفق شدیم که امارات و پاکستان رو صادرات رو انجام بدیم و با توجه به قابلیت‌های بالایی که این محصول داره به جرئت میتونم بگم که به اکثر کشورهایی که مشکل آب شدن یکی از معضلاتشون هست قطعاً میتونیم صادر بکنیم و تو برنامه ما هست و میتونیم ارزآوری خیلی خوبی برای ایران عزیزمون داشته باشیم. آقای مهندس علیزاده، از نظر مباحث کیفی این محصولات ریسکی برای مصرف کننده دارد؟ سوال خوبی کردید. ببینید ما این محصول رو به کشور روسیه صادر کردیم. هر کالایی که به روسیه وارد میشه باید الزامات کیفی اتحادیه اروپا رو داشته باشه و این سی اروپا یکی از معتبرترین و بهترین استانداردهای کیفی محصوله که در کل دنیا وجود داره. ما تو سال 1402 پیگیری کردیم برای اخذ سی اروپا و خدا رو شکر این سرتیفیکیت صادر شد و ما محصولاتمون در حال حاضر مطابق با الزامات سی اروپا تولید میشه. از سمت دیگه همونجور که میدونید ما تو سال 1402 به عنوان اولین شرکت تولید کننده شمع تولدی بودیم که موفق به اخذ ایزو 9000 شدیم و سیستم های مدیریت کیفیت رو مطابق با ایزو 9000 در شرکتمون پایه‌گذاری کردیم. پس اینجا یک تعهد برای ماست که به شما عرض بکنم این محصولات مطابق با سی اروپا و تحت سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 تولید میشه و هیچ گونه ریسکی برای مصرف کننده قطعاً نداره. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید. ما سوال دیگه ای نداریم. اگر سخن آخری دارید بفرمایید. خلاقیت رمز ماندگاری است. ما توانستیم در کندیل با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. و ضمناً متعهدیم که محصولات متنوع و جدید گروه سورپرایز را تا 6 ماه آینده به مشتریان وفادار، تأکید می‌کنم مشتریان وفادار خود عرضه نماییم.